در شهر باختری ولایت خاتلون چورابینی بخشیده به افتتاح رسمی فعالیت لایحه یوساید اوید به بهتر نمودن رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان دایر گردید که در کار آن مسئولین ولایت خاتلون رهبریت لایحه یوساید اوید به بهتر نمودن رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان صاحبکاران و کشاورزان اشتراک داشتند. باید قید نمود که لایحه یوساید اوید به بهتر نمودن رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان در سمت وسعت و تکمیل دادن نظام بازار با مقصد وسیع نمودن امکانات‌های شغل اهالی و افزایش درآمد در ساحه اگروبیزنس فعالیت می‌نماید. لایحه مذکور اوید به بهتر نمودن رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان لایحه 5 ساله دارای بودجه زیاده از 18 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا میباشد که از جانب آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین‌المللی یوساید مبلغ گذاری می‌گردد. فعالیت لایحه با اصول اقتصادی بازاری اساس می‌یابد که در چهارچوبه آن توجه خاص با بخش خصوصی ظاهر می‌گردد. باید ذکر نمود که لایحه مذکور در دایره همکاری جمهوری تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا راه اندازی گردیده است که آن به بهتر نمودن سطح زندگی اهالی به واسطه تکمیل دادن رقابت‌پذیری بخش اگروبیزنس تاجیکستان در سمت استحصال محصولات شیری و ساحه باغداری روانه کرده شده است. ما برنامه را با همکاری همه طرفه و همه جانبه با حکومت جمهوری تاجیکستان در برگرفتگی هستیم. یعنی برنامه اساساً با در ساحه‌های میوه و سبزیجات و استحصال شیر و کارکرد شیر فعالیت‌های خود را روانه می‌کند. این برنامه 5 ساله است. در 12 ناحیه ولایت خاتلون عملی گردانده می‌شود. ما تحت این برنامه می‌خواهیم بسیارتر جوان‌ها و زن‌ها را جلب نماییم برای رشد صاحبکاری کشاورزی در ولایت. در برابر آموزاندن کارمندان شرکت‌های محلی و تامین کنندگان خدمت‌رسانی‌ها لایحه متخصصانی را آماده می‌سازد که بر رشد استوار اقتصادی مساعدت خواهند کرد. با راه بهتر نمودن همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی و دستگیری ثبات عمومی منطقوی لایحه مذکور اینچنین برای ثمره‌ناک شامل گشتن در سودای منطقوی و بین‌المللی نگرانیده شده است. لایحه علالخصوص با بنیاد رقابت‌پذیری اگروبیزنس در دایره زنجیره‌های به هدف گرفته شده ارزش توجه ظاهر خواهد کرد. با تشبث مبلغ گذاران لایحه 12 ناحیه‌های جنوب و شرقی ولایت خاتلون را فرا می‌گیرد. مورد به ذکر است که لایحه با اساسیاسی‌های کشاورزی، کوپراتیوها، میانه‌روان بازار و اینچنین با کارمندان خرد و میانه زیرساخت‌های مشخص وابسته به نیازشان کمک می‌رساند تا که از امکانات‌های بازار سطح داخلی، منطقوی و بین‌الخلقی استفاده نمایند. باید ذکر کرد که دوامناکی لایحه مذکور 5 سال را در بر گرفته، آن از سال 2018 تا سال 2023 ادامه خواهد کرد.